بار رسول اکرم خانه آمدن. این سالهای آخری حیات رسول خدا بود. فاطمه پیشواز چنبر آمد. حضرت دیدن دست فاطمه ده یک گردنبند طلایی، گردنبند طلایی دست فاطمه زیبا. گفتن فاطمه این چی است؟ گفتن پدر بزرگوار، این شوهرم علی پدر حسن برای من تحفه کرده، شاید بعد تولد حضرت امام حسن بود یا حسین، همین برای من تحفه کرده است. گفتن حضرت ناراحت شدن، گفتن فاطمه آیا تو دوست نداری که مردم گویند که دختر پیغمبر خدا در گردنش زولانه از زولانه های دوزخ آویزان کرده است؟ روایت چی است؟ ایسرک ان تقول الناس ابنة رسول الله فی یدها سلسله من نار. فاطمه دوست می‌داری که مردم گویند که دختر پیغمبر است و در دستش زنجیر از زنجیرهای دوزخ است؟ همین دوست می‌داری؟ اگر تو دختر من باشی این برای تو در کار نیست.